ساختمان مؤسسه تعلیمی در دهه آبیگرم جماعت دهات مجخرف ناحیه نورآباد از حساب صاحبکار عبدالحمید مجیدов عملی شده ایستاده است، زیرا تا همین دوره سال جاری 340 نفر خواننده در سه صنفخانه بینای تعلیمی که سالهای قبلی همچون خانه استقامتی بود در دو بخش تحصیل نموده نرسیدن جای نشست و کابینت‌های فنی و پیشرفت تعلیم و تربیت شاگردان تا اندازه مانع ایجاد می‌کرد. مکتب دهات آبیگرمی از حساب مبلغ‌های صاحبکار ساخته می‌شود. مکتب از آشیانه و 8 صنفخانه عبارت میباشد. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در آشیانه یکم بینای تعلیمی دهه آبیگرم در عرفه انجامیابی قرار داشته. مردم دست جمعانه به بناکاران کمک میرسانند تا انشاءات در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شود. در دهه غلبه همین جماعت صاحبکار عبدالله گلمیرزایف به ساختمان فابریکه مخپروری شروع نمود. الکی در قسمت یکم بینای بنیاد شده قریب 3000 مرغ نگاهبین کرده می شود. در شرایط دهات تشکیل نمودن چنین کارخانه استحصالی در مرحله اول تا اندازه با مشکلی عملی می‌گردد، زیرا شروع از بنیاد بنا، آوردن چوجه از دیگر فابریکه‌های مرغ‌پروری، دسترس نمودن خوراک سرغذا، اینچنین رعایت قاعده‌های سانیتری زحمت زیادی را طلب می‌کند تا صاحبکار به استحصال محصولات از قبیل گوشت خوش‌صفت موفق شود. این است که صاحبکار محلی مقصد دارد تا دایره فعالیت استحصالی کارخانه را مرحله به مرحله وسیع نموده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور عزیزمان فابریکه مرغ‌پروری زمانوی را به کار اندازد. ایدیگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد.